سلام، من علیرضا. عجب هفته‌ای بود. داماش توی بازی طوفانی با یک کامبک به موقع بازی 2-1 باخته رو با نتیجه 4-2 برد و تونست بره پلی آف. طوفانی تر از بازیکنای داماش هوادارا بودن که توی لیگ 3 خالق چنین صحنه‌هایی بودن. فکر کن خیلی از تیمای لیگ برتری با زیرساخت‌های مناسب استادیوم و جاده و غیره چنین هوادارایی ندارن. اون وقت 7000 تا از تیفوسی‌های داماش ساعت 10 شب رفتن ناکجا آباد که تیمشون رو توی سطح 4 فوتبال همراهی کنن. چی بگیم که هر چی از این هوادارا بگیم کم گفتیم. بعد این پیروزی سرمربی و کاپیتان و مدیر رسانه‌ای داماش هم حسابی توی کنفرانس خبری از حضور هوادارا تشکر کردن. ممنونیم که این سطح لیگ 3 با این همه جمعیت واقعا باعث خوشحالی هر شهر و هر تیمه. اما ای کاش خبرای این هفته همشون خوب بودن. متاسفانه ما در وارش اسپورت رسالت خبری داریم و فارغ از خوب یا بد بودن اخبار باید اونا رو به گوشتون برسونیم. البته به دلیل جو خوب این روزهای تیم مجبوریم که یه سریاشون رو فقط همینجا توی داماش پلاس مطرح کنیم و روی قضایا توی سایت و اینستاگرام و تلگرام زیاد مانور ندیم. متاسفانه در چند هفته گذشته با چند تا از بازیکنامون نظیر قریشی و اقبالجو و دهقان فسخ قرارداد شد. این در حالیه که در نیم فصل هیچ بازیکن تازه‌ای به تیم اضافه نشده بود. خبر فاجعه بار دیگه هم این که تیم‌های پایمون به دلیل عدم شرکت در مسابقاتشون منحل شدن. سوالی که برای هممون پیش میاد اینه که داریوش نصیری اگه امکان هزینه کردن واسه تیمای پایه رو نداره چطوری میخواد توی لیگای 2 و 1 تیمداری کنه؟ شما در مورد این مالک چه فکری میکنید؟ به نظرتون هنوز هم باید بهش اطمینان کنیم و امیدوار باشیم؟ اگه تا اینجای قسمت دهم داماش پلاس با من بودید ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و همچنین اون پایین روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. اینم یه گیفت کارت استیم برای اولین نفری که ویدیو رو تا اینجا دیده. داماش قرار بود همین هفته با آریو توی اسلام شهر بازی کنه و بعدش هم 5 روز بعد بازی برگشت توی رشت برگزار بشه و برنده این دو بازی با برنده بازی رفت و برگشت دارایی تهران و سپاهان نوین در 2 بازی رفت و برگشت بازی کنه و در نهایت پس از انجام 4 بازی یکی از این 4 تیم به لیگ 2 صعود کنه. اما یه خبر اومد که این بازی‌ها تا اطلاع ثانوی کنسل شدن. سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال چیزی در مورد علت این قضیه نگفتن، ولی شنیده‌ها میگن که ممکنه یه تغییراتی در نتایج گروه آریو پیش بیاد که تیم آریو مستقیم صعود کنه و در نتیجه حریف ما یه تیمی غیر آریو باشه. انتظار میره که توی 1-2 روز آینده مشخص بشه که اولا چرا مسابقات به تعویق افتادن و دوم بازیامون قراره کی برگزار بشن. این تغییر برنامه باعث میشه که خیلی از هوادارا دوباره نتونن مرخصیشون رو جور کنن و در نتیجه نتونن داماشو توی بازی بعدی همراهی کنن. از اونجایی که بین این تیم‌ها فقط داماشه که هوادار داره، این مسئله فارغ از علتش فقط به سود حریف بعدی داماش شده. این بود یه قسمت دیگه از داماش پلاس و تا قسمت بعد که احتمالاً تکلیف بازی اول پلی آفمون معلوم شده باهاتون خداحافظی میکنم.